بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان محترم. در قرآن مجید و فرهنگ قرآن مجید خدای متعال برای معرفی بعضی از انسانها مناسبی رو تعریف میکنه. در قرآن مجید ما 3 منصب عالی داریم که این 3 منصب عالی ویژه بعضی از انسانها شده. یکی از اون مناصب عالی که خدای متعال در قرآن از او یاد میکنه منصب نبوت هست. نبوت یکی از مناصبی است که خدای متعال برای بعضی از انبیای الهی خودش اون رو اینگونه تعریف میکنه که نبوت یعنی ابلاغ وحی هست و کسی که به مقام نبوت میرسه وحی بر اون میشه و ملک وحی بر او نازل میشه و به او یک چیزهایی رو از طرف خدا خبر میده و او هم به مراجعه کنندگان خودش این اخبار رو تعلیم میده و اون منصب نبوت که از طریق وحی به این پیامبر میرسه و به این نبی میرسه یکی از مناصب عالی است که خدای متعال برای بعضی از اشخاص قائل شده. منصب دومی که خدای متعال در قرآن مجید اون منصب رو به عنوان یکی از مناصب عالی معرفی میکنه منصب رسالت هست. چنانچه در قرآن مجید هم در خصوص رسول گرامی اسلام میفرمایند که و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. مقام رسالت یعنی مقام ابلاغ دین، مقام ابلاغ قوانین و دستوراتی که خدای متعال اون دستورها رو به عنوان دستورهای مهم زندگی انسانها معرفی میکنه. اما یکی از اون برجسته ترین مقاماتی که پیامبران خدا، بعضی از پیامبران خدا اون مناصب رو دارا بودن و بعضی از پیامبران الهی او رو دارا نبودن، منصب امامت هست. امامت در لغت به معنای پیشوایی است و کسی که به مقام امامت نائل میشه در واقع مقتدای مردم میشه. ما در خصوص رسول گرامی اسلام داریم که خاتم انبیا پیغمبر اکرم از جمله رسولانی است که مقام امامت هم نائل میشه و این درجه از بالاترین درجه های انسانی است که خدای متعال برای بعضی از اشخاص قائل شده. به طور مثال در قرآن مجید اون درخواست عالی و ویژه‌ای که حضرت ابراهیم علی نبی و علیه و سلم در سوره مبارکه بقره آیه 142 از خدای متعال درخواست میکنه منصب امامت هست که خدای متعال او رو به عنوان امام قرار میده. در سوره مبارکه بقره آیه 142 خدای متعال میفرماید و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. بعد از اینکه ابراهیم متوجه یک سری از آزمایشات بسیار سخت و سنگین میشه و خدای متعال او رو دستخوش یک سری از امتحانات خیلی مهم در زندگی ابراهیم میکنه، وقتی ابراهیم سرافرازانه از این امتحانات بیرون در میاد خدای متعال در مورد او این جمله رو میفرماند که قال انی جاعلک للناس اماما. ما منصب امامت که عالی‌تر از منصب رسالت و منصب نبوت هست رو به تو که ابراهیم هستی میدیم. وقتی این جمله رو ابراهیم میشنوه و این امتیاز و این منصب رو میشنوه و میگیره، از خدای متعال یک خواسته یا یک سوال داره. میفرمان که و من ذریتی، آیا از ذریه من، از نسل من و از فرزندان من کسانی به این مقام امامت نائل می آیند یا نه؟ خدای متعال در پاسخ ابراهیم میفرماند قال لا ینال عهدی الظالمین. عهد من به ظالمین نمیرسه. منصب امامت منصبی است که به ظالمین نمیرسه. این ظلم در اینجا به معنای این نیست که کسی رو مورد ضرب و شتم قرار بده، نه، این به معنای تمام ظلم هاست. مثلا ظلم به نفس، ظلم به دیگران، تمام ظلم هایی که مورد توجه انسان هست و
همه اون ظلم هایی که ما میتونیم اون رو معرفی کنیم، اون کسانی که میخوان به مقام امامت برسن باید مبری از این مشکلات باشن. چند تا نکته در مورد همین آیه هست که حضرت ابراهیم، که در خصوص حضرت ابراهیم و مقام امامت حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و سلم هست که من دو نکته از اونها رو خدمت شما تقدیم میکنم. اولین نکته این که اگر کسی میخواد به مقام امامت برسه باید صاحب مقام صبر باشه، صاحب مقام عالی امتحانات باشه و بتونه از امتحاناتی که خدای متعال او رو متوجهش میکنه از این امتحانات به بزرگی از این امتحانات بیرون بیاد. و کسی که مقام امامت رو میخواد دریافت کنه حتما باید سرافرازانه از این امتحانات بیرون بیاد. دومین نکته ای که ما میتونیم از این مسئله، از این آیه متوجه بشیم در مقام امامت این هست که حضرت ابراهیم در سن پیری به مقام امامت نائل میاد. چنانچه در تفاسیر ما، تفاسیری که در بین شیعه و سنی داریم، نقل شده که حضرت ابراهیم این آیه و قال انی جاعلک للناس اماما در سنین پیری بر حضرت ابراهیم نازل شده و این نشان دهنده این هست که حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و سلم قبل از این که به مقام امامت برسه مقام نبوت و رسالت رو طی کرده و این خودش نشان دهنده این هست که مقام امامت یکی از مقامات عالی است که خداوند متعال شامل حال بعضی از افراد خودش میکنه که ما در بین انبیای الهی دو پیامبر رو داریم که در قرآن تصریح شده که اونها اسوه شما هستند، که یکی از اون پیامبران حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و سلم هست و دومین فرد خاتم انبیا پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه هست که همه اینها به خاطر همون مقتدا بودن و رسیدن اونها به عالی ترین مقام که مقام امامت هست می باشه. البته این مسئله ناظر به این مطلب هم هست که کسی که به مقام امامت میرسه باید مقتدای گفتاری، کرداری و تمام جوانب انسانی او باید مقتدا باشه. ما در خصوص انبیای الهی میبینیم که گاهی اوقات در خصوص اینکه یه پیامبر به نبوت رسیده و این ثمره نبوت خودش رو باید انتقال بده، این دستور به اونها رسیده، اما این دستور رو در خصوص خیلی از انبیا نداریم که اونها میتونن برای شما اسوه باشن. این قرآنی که الان من در محضرش هستم و شما بینندگان عزیز از او بهره میبرید، در جاهای مختلف امام رو به عنوان کسی که هدایت مردم به دوش اوست معرفی میکنه. این خودش نشان دهنده این هست که امام از جایگاهی برخوردار هست که کردار او، رفتار او، گفتار و عقیده او برای همه انسان ها مقتداست و برای همه انسان ها قابل برداشت و قابل استفاده هست. من اجازه بدید یه مطلب دیگه در خصوص جایگاه امام و عظمت امام در قرآن مجید برای شما معرفی کنم و بحثم رو به اتمام برسونم. در یکی از مهمترین سوره های قرآن مجید ما یکی از مهمترین جایگاه امام رو میتونیم پیدا کنیم، در اونجایی که خیلی از افراد فکر میکنن که اون امامی که قرآن از او تعبیر میکنه فقط و فقط به معنای این هستش که بتونه راه رو به دیگران نشون بده، به عنوان یک راهنما برای دیگران باشه. اما قرآن مجید پا رو فراتر از این حرف ها میگذاره. قرآن مجید شأن امام و شخصیت امام و جایگاه امام رو اونقدر بالا میبره که وقتی میخواد امام رو معرفی بکنه، امام رو به عنوان کسی معرفی میکنه که ما رو به سرمنزل مقصود میرسونه، یا به تعبیر طلبگی خودمون ایصال الی المطلوب میکنه، نه اینکه فقط راه رو به ما نشون بده. وقتی مراجعه میکنید به سوره مبارکه سجده، آیه 24 سوره مبارکه سجده در همین قرآن شریف، میبینید خدای متعال در مورد این موضوع میفرماد و جعلنا منهم ائمة یهدون بامرنا.
یعنی انسانها رو به سمت و سوی هدایت راهنمایی فقط نمی کنن، بلکه انسانها رو هدایت می کنن. ما در نمونه های زندگی انبیای الهی داریم که حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه و سلم چقدر انسانها رو گرفتن، دست انسانها رو گرفتن و اونها رو به مطلوب رسوندن، نه اینکه فقط راه رو به اونها نشون بدن. همچنین در مورد زندگی خاتم انبیا پیغمبر اکرم شواهد و نمونه‌های فراوانی داریم که خاتم الانبیا پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه دست انسان‌ها رو می‌گرفتن و اونها رو به سمت مطلوب می‌رسوندن و اونها رو به سرمنزل مقصود می‌رسوندن، که این خودش نشان دهنده عظمت و جایگاه بلندی است که خدای متعال برای امام در قرآن مجید معرفی کرده. ان شاءالله ما در جلسات آینده به بحث بیشتری در خصوص شأن و جایگاه امام و اساساً امامت در قرآن می‌پردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.